این دستورخوان باز که انواع مختلف خوراک‌های ملی در آن گذاشته شده است و این گوشه هنرهای ملی و مردمی که به دیده ها می‌خورد. هزارها کیلومتر دور از وطن از تاجیکستان عزیز در کشور ساخ یاقوتستان فدراسیون روسیه آراسته شده است. در این گوشه این کشور پهناور هموطنان ما 32مین سالگرد استقلالیت دولتی را با شکرگزاری از نعمتهای آن به مانند صلح و دوستی، امنیت و آسایشتگی تجلیل میکنند. اعضایان فعال جمعیت تاجیکان کشور ساخ یاقوتستان فدراسیون روسیه در یک همایش فرهنگی با شرکت نمایندگان دیگر خلقیت و ملت‌های مقیم ساخ از 32مین سالگرد به دست آوردن این نعمت به‌بها آغاز مرحله نوی دولتداری تاجیکان با شکوه خاص تجلیل نمودند. در این همایش تذکر داده شد که استقلالیت نشان آزادی، افتخار، ناموس، رمز سعادت و بقای ملت تاجیک بوده. تاجیکستان عزیز ما محض با شرافت آن همچون عضو جامعه جهانی اعتراف گردید و در خریطه سیاسی دنیا با همه خصوصیت دولتداری ارزی هستی نمود. مورد ذکر است که در جمهوری یاقوتستان فدراسیون روسیه بیشتر از 4000 هموطنان برون مرزی ما کار و فعالیت می نمایند که میان آنها صاحبکاران موفق، عالمان ورزیده، استادان دانشگاه‌های معتبر این کشور، مهندسان نامور و متخصصان ورزیده ساختمان و معماری میباشند. جمعیت تاجیکان کشور ساخ یاقوتستان فدراسیون روسیه تنتنه‌های عید استقلالیت را با شرکت مهمانان از جمعیت دوستی تاجیکستان و یاقوتستان با گستردن رسته نمایش هنرهای مردمی، عکس و آثار گران ارزش ملی که بیانگر دردانه‌های تاریخ امروز و فردای این ملت سربلند است ارائه داشتند. جمعیت تاجیکان کشور ساخ یاقوتستان فدراسیون روسیه با رهبری هادی اولیف در برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و معرفتی، جشن و عیدهای ملی و بخوری‌های منفعتناک برای تحکیم حس خودشناسی و نگهداشت فرهنگ بلند ملی در خارج از کشور سهم بلند می‌گذارند.